سلام، شما بیننده نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری 1393 هستید. موضوع مناظره امشب ما امنیت و سیاست داخلی هست. در این مناظره شماری از شهروندان نیز با ما حضور دارند که با پرسش هایی که برای رأی گذاشته می شوند رأی خواهد داد و همچنان زمان پاسخدهی به پرسش های بنیادی 2 دقیقه و زمان پاسخدهی به پرسش های تعقیبی 45 ثانیه هست. اما هر یک از نامزدان در آغاز فرصت خواهند داشت تا برای 1.5 دقیقه دیدگاه‌هایشان را بیان بکنند. عنوان دوم آقای دکتر عبدالله هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به پیشگاه ملت قهرمان افغانستان و با آرزوی سعادت و پیروزی مردم ما، خوشحال هستیم که باز هم مردم ما فرصت دارند تا در انتخابات و در مبارزات انتخاباتی شرکت کنند و انشاءالله که برگزاری انتخاباتی که در پیش رو است نتیجهش امن، رفاه، صلح و پیروزی مردم ما باشد. زه یقین لرم چې دا ځلې د افغانستان خلک په خپل آزاد قضاوت انشاءالله د ویرني او عادلانه انتخابات پر نتیجه خپل ولسمشر ټاکي او د ولسمشر ټاکل د هغوی د برنامې پر اساس او د هغوی د پخواني کړنې په اساس او د رای آزاد رای د افغانستان د خلکو په اساس دا یو فرصت بولم او زموږ ټیم چې د اصلاحات او همپالنه تیم ده، دا فرصت انشاءالله افغانستان خلکو ته مساعده‌ای او امیدوار یو چې انشاءالله د افغانستان د خدای په توکل او د افغانستان د خلکو په ملاتړ موږ وکولی شو چې د افغانستان د خلکو په خدمت او د خدای د رضا په ګټل کامیاب اوسو. مننه دکتر صاحب. و حال هم نوبت دکتر صاحب اشرف غنی احمدزایی است. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران و برادران عزیز، ما امروز در مرحله یک آزمون بزرگ تاریخی قرار داریم که برای بار اول اقتدار بر اساس اراده مردم از یک رئیس جمهور منتخب به رئیس جمهور منتخب دیگر انتقال میکنه. من از جلالت مآب کرزی و حکومت ابراز امتنان میکنم که بار اول یک زمامدار افغانستان با حاکمیت قانون انتقال میده، قدرت انتقال میده. برخلاف تشویش داخلی و بیرونی، ما باور دارم که مردم ما پیروز میبرند و با سرفرازی این انتخابات به نتیجه میرسانند و در نتیجه از این جهاد اکبر بازسازی، صلح و رفاه افغانستان شروع میشه و نتیجه از این به اساس سهمگیری فعال مردم که امروز خوشبختانه میلیون ها دهقان، زن، جوان در انتخابات سهم میگیرند و انتخابات از خود میدانند و رضاکارانه در کمپاین ما و دیگرها اشتراک میکنند. این زیادترین موجب امیدواری است. بنابراین با توکل به خداوند جل شانه، تیم ما که تیم تداوم و تحول است، تداوم قانون و تسلسل و تحول همه‌جانبه که مردم ما خواستار عزیز، مشکلات به حیث فرصت خواهد دید و راه‌های حل مشخص و منظم و همه‌جانبه را به پیشگاه مردم ما ارائه خواهد. تشکر دکتر صاحب. آقای دکتر عبدالله، پرسش همون پرسش است که برای آوردن امنیت سراسری در کشور تا پایان دوره کاریتان چه راهکاری دارید؟ در رابطه با امنیت که ابعاد داخلی و منطقوی و بین المللی داره، کارهایی که در داخل افغانستان میتونه صورت بگیره همهش تاثیر مستقیم بالای امنیت داره. امنیت تنها یک مقوله تکنیکی نیست. انتخابات عادلانه، یک اداره سالم، حاکمیت قانون، تطبیق قانون بالای شهروندا به شکل یکسان، حکومت پاسخگو، همه اینها کمک میکنه برای تأمین امنیت، برای از بین بردن فاصله بین مردم و اداره و در نتیجه بهتر شدن وضعیت امنیتی. تقویه نهادهای امنیتی
ارجگذاری به قربانی هایی که نیروهای ما متقبل میشن. یک سیاست واضح در مورد تامین صلح در کشور، نقش مردم در تامین امنیت و تقویت نقش مردم در تامین امنیت. ما شما دیدیم که در بعضی جاها قیام‌های مردمی صورت گرفت و نسبت به عملیات‌های بسیار وسیع تاثیر بسیار بسزا داشت. در سطح منطقه عمده‌ترین مسئله موجودیت پایگاه‌های تروریست ها است که از وجه افغانستان تهدید میشه و در سطح بین المللی همکاری‌های جامعه بین المللی و جلب بیشتر همکاری‌های بین المللی در قسمت تجهیز و تقویت نیروهای ما و تربیه و تسلیحشان، همین ها میتونه به امنیت کمک بکنه. اما مهمترین مسئله است که روحیه وحدت ملی را در بین نیروهای ملی تقویت کردن و ارجگذاری به قربانی از اونا، اینا را ملزم میسازه به ای که در پهلوی مردم، در کنار مردم، در تأمین امنیت نقش بسزای خود داشته باشند. بله آقای دکتر، ما 352,000 نیروی امنیتی در کشور داریم. آیا از دیدگاه شما این مقدار برای تامین امنیت کافی است و آیا شما طرفدار دوره مکلفیت هم هستین؟ طرفدار دوره مکلفیت نه، چون او زمان حال سپری شده و فعلا در دنیا تجربه نوی داره در این زمینه. اما مهم است که در قسمت تربیه بیشتر این نیروها و تجهیز و تسلیحشان کار صورت بگیره و مهارت‌های زیاد بلند بره. مسئله حقوق بشر تعمیم شود. وقتی اینا وظیفه خود انجام میتن، متوجه مسائل حقوق بشر باشند و نهادهایی که مسئولیت تطبیق قانون دارن و حاکمیت قانون مسئولیت دارن که حمایت بکنن، با فساد اداری در این نهادها مبارزه شود و از بین بره فساد اداری در این نهادها و اداره و نظام از بالا تا پایان خود ملزم به حاکمیت قانون و تطبیقش بدانند. بله بله و حال هم نوبت دکتر اشرف غنی احمدزاده است. میخواین پرسش برای شما تکرار بکنیم، برای آوردن امنیت سراسری در کشور تا پایان دوره کاری چه راهکار امنیتی دارید؟ نکته اولی است که بین ثبات و امنیت باید فرق کنیم. ثبات در قلوب مردم است، امنیت در ذهنشون. ثبات از راه حاکمیت قانون، عدالت و مشارکت عملی میشه که تمام اقشار افغانستان، خاصتا علما کرام و مردم در این نقش اساسی داشته میتون. حاکمیت قانون البته بعداً توضیح خواهد دادیم. مشخصاً بیاییم سر بخش امنیتی. اول، تفکیک وظایف بین اردو و پلیس نقطه بنیادی است. امروز تفکیک وظایف از بین رفته. دوم، مرجع واحد تصمیم گیری. قانون اساسی واضح ساخته که یکی از وظایف رئیس جمهور سرقماندانی آلای قوای مسلح افغانستان است. این سرقماندانی را ما در روز اول تشکیل خواهد دادیم تا با معیارهای بسیار مشخص ما بتانیم قوای امنیتی را مسئول قرار بدیم. ظرفیت قوای امنیتی ما بالقوه خوب است، اراده سیاسی بکار است تا در مقابل قوای مسلح غیر مسئول که از موقعیت داخلی یا موقعیت حکومتیشان استفاده میکنن مردم نگه داشته شوند. به این اساس پاسخدهی هفته‌وار و روزانه ضروری است تا ما بتانیم همه را جوابگو و پاسخگو بسازیم. سلسله مراتب. امروز سلسله مراتب از نگاه مناسبات زیر شعاع قرار داده شده. مردم میخواهند که ترفیع و تقاعدشان به اساس اصول صورت بگیره، نه به اساس روابط. و تمویل. در قسمت تمویل ما ضرورت داریم که حسابدهی را بهتر بسازیم، شفافیت همه جانبه را در قراردادها با وجود بیاریم و حداقل بفهمیم که چند پلیس داریم و معاشات پلیس توسط مؤسسات بین‌المللی تادیه نکنیم، بلکه ظرفیت سرتاسری مدیریت قوای امنیتی خود را زیاد بسازیم و در تمام جوانب از همکاری مردم استقبال کنیم و با مردم یک جا شویم. آقای دکتر، اگر مردم افغانستان به شما اعتماد کردن و شما رأی دادن، آیا توافقنامه دوجانبه امنیتی را با ایالات متحده آمریکا امضا می‌کنید؟ به حیث یکی از مذاکره کنندگان
من میخوایم تشریح کنم که با اساس از این قرارداد امنیتی حاکمیت ملی ما از نگاه قانونی تثبیت میشه. تا حال استعمال مشروع قوه را شورای امنیت ملل متحد به عهده گرفته بود. بعد از این قرارداد انحصار تصمیم گیری سر استعمال قوه مشروع از طرف افغانستان صورت میگیرد. بنابراین بله. و دوم، تمویل قوه امنیتی بدون همکاری جهانی صورت گرفته نمیتونه. این قرارداد مستلزم 36.5 میلیارد دلار کمک برای تجهیز، تسلیح و تعلیم ماست که برای 10 سال آینده ما این ضرورت داریم تا بتانیم به سر پای خود استاد شویم، چون مصارف فعلی ما دو چند عاید ملی ماست. سپاس دکتر صاحب. پرسش متوجه دکتر صاحب عبدالله هست. پرسش این است که آیا طالبان دشمن مردم افغانستان است یا نه؟ آیا طالبان، میخوام از زبان پشتو هم تکرار بکنم، آیا طالبان د افغانستان د خلکو دښمنان دي که یا؟ هغه کسان چې بېوزله خلک، بېګناه وزل خلک وژني او د افغانستان د منافع او ګټې په مقابل درېدلي دي او د خارجي ګټې غواړي چې پلي کړي په افغانستان کې، هغوی ته موږ هیڅ شی، هیڅ بل شی نشو ویلی بې له دې چې وایو چې دوی دشمنان د افغانستان دي. خو د طالبانو تر نامه لاندې ډېری کسان چې هغوی د ناخوالې له کبله یا د ظلم او فساد له کبله یا د بې قانونۍ له کبله دوی مجبوره شوي دي چې ټوپک لاسته واخلي، دا خلک هم د طالبانو تر نامه یادیږي. باید چې دلته یو تفکیک وشي. هغه کسان چې غواړي د افغانستان نظام ته سقوط ورکړي او د هغه پر ځای د تروریستانو ځالې افغانستان ته انتقال کړي، هغوی د افغانستان دشمنان دي. او هغه کسان چې د ناخوالې له کبله د مخالفینو صفوف ته دوی سره یو ځای شوي دي، هغوی بیا هغوی ټولو ته نشو ویلی چې دوی د افغانستان دشمنان دي. در این قسمت تفکیک بسیار واضح باید باشه در رابطه به دوست و دشمن. دشمن ما او را میدانیم که او کسایی را میدانیم که به خاطر منافع بیگانه کشور خود خراب میکنند، مردم بیگناه را به قتل میرسانند، آبادی کشور را از بین میبرند، آینده کشور را به مخاطره میندازند، حقوق شهروندان را پامال میکنند، ظلم میکنند و سبب نارامی دائمی در افغانستان میشن. اینا دشمنای افغانستان هستند. او کسایی که به خاطر دیگه مشکلات، دیگه مسائل پیوستن به صفوف مخالفین، در او قسمت باید که او عوامل رفع شود، یک محیط مناسب ایجاد شود، یک پروسه صلح بسیار واضح در پیش گرفته شود تا اونا بپیوندند به پروسه صلح و کشور خود بسازند. ښاغلی ډاکټر عبدالله، که چیرې طالبان د سولو خبرو ته غاړه کېنږدي، تاسو به د هغوی په ضد باندې د ځواک استعمال ته راضي شئ؟ سولې د افغانستان د اکثریت د خلکو غوښتنې ده او د افغانستان د خلکو اکثریت غواړي چې سولې رامنځته شي په افغانستان کې، او هر دولت د افغانستان مکلف دی چې د خلکو غږ پورته کړي په دغه هکله. خو له بله خوا باید دا هم واضح وي چې که ځینې کړی دي چې نه غواړي سولو ته لمن پرېږدي، هغوی سره بې له مقابلې څخه نور چاره نشته. او د افغانستان خلک د ملي ځواکونو سره یو ځای متحد باید چې د افغانستان د خلکو د حقوقو د دفاع په خاطر ودرېږي. په هغه کې بیا زه بله چاره نه وینم. ټول هلې ځلې باید وشي، صادقانه هلې ځلې وشي چې سولې رامنځته شي، خو بیا په کلکه د افغانستان د دشمنانو په مقابل باید چې زموږ ملي ځواکونه او ملي خلک متحدانه او په همغږۍ سره ودرېږي. ډاکټر صاحب، ښاغلی ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزی، دغه سوال ستاسو څخه هم دی چې آیا تاسو طالبان د افغانستان د خلکو دښمنان ګڼئ؟ طالبان څو برخې دي. اول یو فکري حرکت ده چې د افغانستان یو واقعیت ده، خاص نظریات لري، سیاسي نظام باندې، ګډون باندې، او دا لکه هر بل افغان باندې باید نظر کې ونیسي. دوم وطني طالبان دي چې له ظلم، له بېعدالتي نه، له فساد نه،
واضح مجبور سوي دي چې توپک ته لاس واخلي او دلته ضروره ده چې موږ واضح تشخیص وکړو چې موږ ناخوالې څه دي او د دې ناخوالو ځواب په څه کې ده تر څه یو اړخیز حکومت چې ونه کړی سي ثبات او رفاه راوړي دا خلک مشروعیت د نظام نه مني بله برخه دا ده چې بین المللي کړیو سره ارتباط لري د فکري نظر نه د وطن دا وطن د امید ورته تر څه لومړی او القاعده او نورو پورې تړلې دي دا برخه باید له یو واقعیت سره مخامخ سي چې آیا افغان دي یا د باندنیو د لاس آله او د افغانستان د کوچنیانو د وژلو وسیله نن چې ایموک زمن د فوتبال یا والیبال په حال کې وژل کیږي او د دوی او د طالبانو په نامه اعلامیه خپره کیږي چې دا کار دوی کړی دا نه ایموک په دین کې نه ایموک په اصولو کې د منلو وړ ده د دې دپاره چې دا درې برخې سره یو کړو موږ ته لازمه ده چې د سولې یو اړخیزه پروسه چې د هغه په اساس باندې هم د دې برخو تفکیک وسي او هم موږ د هغه اعمالو مخنیوی وکړو چې نه د خدای جل شانه په کتاب کې روا دي نه موږ په اصولو کې او نه د وطن ښېګڼه پکې راځي له هغه نه مخنیوی وکړو لازمه ده چې موږ مخصوصا قضایی برخې کې هغه اقدامات وکړو چې ولس د دولت مشروعیت ومني ښاغلی اشرف غني احمدزی که چیرې طالبان د یو فکري خوځښت په توګه باندې وغواړي چې په حکومت کې شامل شي تاسو به دوی په خپل نظام کې دوی ته د شراکت یا د ګډون زمینه مساعده کړي سوله وقتی چې سولې شرایط وګوري سوله په دې باندې راځي چې دواړه اړخه راځي چې د مشکلاتو تعریف وکړي او د حل لارې وسنجوي ما د سولې ټول بینالمللي تړونونه څېړلي دي او دې کې دواړه خواوې باید انعطاف ته ورسیږي چې یو نظام څنګه جوړیږي مګر موږ موافقه په یو سهامي حکومت باندې نشي کېدلی که موږ غواړو چې پایداره سوله راسي نو موږ بنسټونه د دولت د بنسټونو په حیث باندې مخصوصا امنیتي بنسټونه د سولې په نتیجې کې قوي سي او پیاوړي سي ځکه سوله باید د بل جنگ خدای ناکده بل فصل نه وي پایداره سوله هغه سوله ده چې د دولت ثبات پکې تضمین سي او ټول پکې ګډون وکړي. مننه دکتر. آقای دکتر اشرف غنی احمدزی، پرسش دیگر این است که از چالش‌های بزرگ در فرصت کنونی نبود دولتداری خوب و فساد گفته میشه. راهکار مشخص شما در این باره چی هست؟ بین علل و عوامل باید تفکیک قائل شه. اول عامل فساد نبودن حاکمیت قانون است. چون اداره‌ای که در او حاکمیت قانون عملی نشه فساد نهادی نمیشه. از این جهت از بخش عدلی و قضایی شروع میکنیم که تمام فیصله های نهادهای عدلی و قضایی ما باید نشر شود و تحت بررسی مردمی قرار بگیره تا ما بتانیم شفافیت کامل در بخش عدلی و قضایی به وجود بیاریم. دوم تفکیک وظایف وزارت هاست در ارائه خدمات. امروز حکومت و مردم در یک کشمکش دوامدار هستند چون هر ارتباطی که یک شهروند افغانستان امرای اداره داره مبدل به اخاذی شده و ساده شدن پروسه و تعقیب ازی تا مردم آرام شوند هر کسبکار و دهقان و کارگر خود در اداره شامل ببینه لازمی است. بخش سوم مناسبات قشر اقتصادی افغانستان با قشر اداری افغانستان است. امروز بدبختانه تاجر و سرمایه‌دار افغانستان به حیث گوی شیری دیده میشه و تا ما محیط سالم سرمایه‌داری را و مسئولیت سرمایه‌دار فراهم نکنیم بر جوانان کار ایجاد کرده نمیتونیم و رفاه اقتصادی را که ضروری است ایجاد کرده نمیتونیم. بخش دیگه ارتباط داره با غصب زمین و ای از یک خلای حکومتداری خوب حکایت میکنه
چون ما نتانستیم زمین بر شهروندای ما فراهم کنیم. در این بخش اقدامات ما شرعی ساختن جایداد ملکی از یک طرف و ایجاد حداقل 500,000 مسکن از نگاه قانونی است تا افراد ما، جامعه ما بتانن مسکن به صورت شرعی داشته باشه. آقای دکتر، آیا شما مقامات بلندپایه دولت را که به فساد متهم شدن اونا را به دادگاه خواهید کشانید؟ در صورت تثبیت جرایم اول باید شروع کنیم از حکومت آینده. هر کس در حکومت که با عهده ما باشه انشالله تعالی از سر تا پای متعهد به شفافیت. مقامات در 13 سال گذشته چطور؟ در 13 سال گذشته باید دو طرح باشه. یک، بررسی او چیزایی که به حق الله تعلق داره و او که به حق العبد تعلق داره. چیزایی که به حق العبد تعلق داره باید مورد پیگیری دوامدار قرار بگیره و ما بتانیم اقدام سرتاسری کنیم تا عدالت بجای شود. چیزایی که به حق الله تعلق داره در ارتباط با ایجاد ثبات ما باید اقدامات افراطی نکنیم و امرای از این پدیده مبارزه سرتاسری را کنیم. سپاس آقای دکتر. آقای دکتر عبدالله، چالش های بزرگی که در برابر حکومت است یا در برابر مردم هست نبود دولتداری خوب و فساد هست. راهکار مشخص شما در کار مبارزه و فساد و ایجاد یک حکومتداری خوب چی هست؟ در قدم اول تشخیص فساد اداری باعث یک عامل تباکن در جامعه و در کشور، این بسیار مسئله مهم است. اگر در مورد فساد اداری به تفاوتی صورت بگیره طبعا این گسترش پیدا میکنه. یک نکته بسیار اساسی هم است که وقت فضای سیاسی موهوم و مبهم باشه و مردم از آینده خود اطمینان نداشته باشند، به صورت قطع این تاثیر داره در گسترش فساد اداری. البته اراده سیاسی همونطور که پیشتر آقای کرزی گفتن مسئله بسیار اساسی است. اصلاح قوانین، تطبیق قانون به صورت یکسان بالای همه، تصویب بعض قوانین مثلا قانون مبارزه با پولشویی، قانون دسترسی به معلومات، تقویت نقش مردم و نهادهای مدنی در مبارزه با فساد اداری، تفکیک قوای ثلاثه و هر نهاد ثلاثه نظام و حکومت بر مبنای قانون عمل کردن، تقویت نقش نظارتی پارلمان افغانستان و شوراهای ولایتی افغانستان، اصلاح سیستم عدلی و قضایی در همه سطوح، مسئله اصلاح اداری افغانستان و سیستم اصلاحات اداری که فعلا به نام مروج است اصلا نتانسته که هیچ نوع اصلاحی را در اداره به میان بیاره. ایجاد یک نوع تعادل در بین معاشات مامورین و حکومت، از بین بردن خویشخوری و تبعیض، از بین بردن فرهنگ معافیت، همه اینها مسائلی است که در برنامه‌های ما قرار دارند و در مبارزه با فساد اداری میتونه ما را کمک کنه. بزرگترین فساد اداری تقلب است، تقلب در انتخابات. اگر حکومتی که مولود تقلب باشه نمیتونه در مبارزه با فساد اداری هم کامیاب شود. بله آقای دکتر، یک نگرانی کلانی که تا به حال بود مشکلی که بین پارلمان و حکومت بود، گاهی فیصله های پارلمان از طرف حکومت قبول نمیشد. آیا شما با پاسخگویی حکومت در رابطه با نمایندگان مردم که در پارلمان حضور دارند باورمند هستید؟ بله، حکومت باید پاسخگو باشه در برابر پارلمان و در نوع سیستم سیاسی که ما در برنامه‌های سیاسی ما است، تغییر ساختار سیاسی البته بر اساس قانون اساسی، یک سیستم صدارتی پارلمانی و تقویت نقش احزاب است که اینا میتونه کمک کنه برای پاسخگو بودن حکومت و برای مشارکت ملی. اما در مرحله فعلی متاسفانه در پارلمان افغانستان هم مشکلات داریم و با احترام به اون نمایندگانی که بر اساس قانون عمل میکنن و بر مبنای منافع کشور و موکلینشان عمل میکنن، یک قسمتی از مسئله گسترش فساد اداری در اثر عملکرد غیرقانونی اعضای پارلمان هم هست. دکتر، پیش از رفتن به وقفه ما
یک پرسشی را برای دوستانی که در استودیو با ما حضور دارند برای گذاشته بودیم که رئیس جمهور آینده افغانستان در مورد نحوه برخورد با مخالفان مسلح افغانستان چه باید بکند. 3 تا گزینه بود که تدارک جنگ بر ضد طالبان بود، گفتگوهای صلح بود و یا هم مشارکت در ایجاد دولت مشترک بود که نتیجه را شما در روی اسکرین هم می‌بینید که حدود 29.4 از دوستان تداوم جنگ بر ضد طالبان پیشنهاد می‌کنند و همچنان حدود 41.2% از دوستان ادامه گفتگوهای صلح را تجویز کردند و همچنان حدود 29.4% از دوستان در اینجا دعوت به ایجاد دولت مشترک را گفتند که البته بیشترین رای برای ادامه گفتگوهای صلح بوده. و البته حالا میریم به طرف پرسش ها و پرسش 4 برنامه پرسشی است که آیا شما طرفدار تغییر نظام سیاسی در کشور هستید و آیا شما طرفدار تغییر نظام سیاسی در کشور هستید؟ ما میخوایم قدرت به صورت واقعی به مردم سپرده شود و مردم تصمیم بگیرن که چه نوع نظام، چه نوع ساختار در نظام میخواین. بله، ما خواستار تغییر ساختار سیاسی از نظام ریاستی و صدارتی پارلمانی هستیم، اما این را به اساس پروسیجر قانون اساسی افغانستان تجویز کرده. تمرکز قدرت در یک اداره خاص و در نزد یک شخص، شما ببینید که از کجا به کجا آمدیم. از مشوره‌ای که در کابینه صورت می گرفت یا در شورای امنیت ملی صورت می گرفت تا به اینکه یک شخص تصمیم می گیرد در برابر سرنوشت یک ملت. امی فکری که بگذارین اول نهادها ساخته شود و بعد بریم به طرف نظام صدارتی پارلمانی، ما را رساند به جایی که یک شخص تصمیم می گیرد. ما مخالف 2 مفکوره هستم. یکی که به مجرد که تغییر ساختار مطرح شد، این ارتباط بدن به مسائل قومی، این را بگوین که تجزیه افغانستان. نظام فدرالی، من طرفدار نظام فدرالی بر افغانستان نیستم، اما باعث یک شخص این نظرم است. من خواستار نظام صدارتی پارلمانی هستم، خواستار تفویض صلاحیت به ادارات محلی هستم که بودجه برشان اختصاص داده شود، از عواید محلی از 1% استفاده کرده بتانند، اگر شاوروالاهای انتخابی را که امروز هم ما میتونیم داشته باشیم و بریم به طرف قانونمند شدن نظام، برای پاسخگویی نظام، برای مشارکت بهتر مردم. نظام صدارتی بر افغانستان بهتر است و ما شورای ولسوالی را انتخاباتش انشاءالله سال آینده داریم. تنها از طریق لوی جرگه میتونیم این کار بکنیم و لوی جرگه اگر مردم افغانستان تصمیم گرفت، هیچ کسی حق نداره که بگه که ما این را بر افغانستان نمیخوایم. او میتونه که طرفدارش باشه، اما به تصمیم و اراده ملت باید احترام گذاشته شود. ما خواستار یک کودتا نیستیم که از نظام ریاستی بریم به نظام صدارتی. در مورد تقویه نقش احزاب هم قانون انتخابات باید تغییر کنه. احزاب باید که نقش داشته باشه. میخوایم از شما بپرسیم که امین نگرانی چرا هست؟ در مورد نظام آقای کرزی هم گفتن که خب نظام فدرال هم در برخی از کشورهای دنیا بوده. آیا حساسیت در برابر این نوع نظام ها شما در چی میبینید؟ انگیزش در کجاست؟ ریشه در کجا داره؟ متاسفانه باورمندی به می ارزش ها در بعضی از شخصیت ها، با تمام احترام به اونا، کمتر است. اصلا وقتی که مسئله شخصی خودشان مطرح میشه، باز همه چیز وارونه جلوه میتن. با مجردی که از نظام صدارتی پارلمانی بحث شد، میگن اینا تجزیه افغانستان میخواین. در افغانستان واحد با نظام یونیتری، نظام واحد، میتونه که ادارات محلی صلاحیت بیشتر داشته باشه. در مبارزه با فساد اداری ما را کمک میکنه، در تأمین مشارکت مردم ما را کمک میکنه. مردم میتونن نظارت خوب داشته باشن. من پیشتر درباره احزاب هم یادآوری کردم. اگر ما همیشه بگوییم که خب احزاب رشد نکرده، چرا رقم احزاب رشد میکنه؟ جلوی سهم احزاب در انتخابات گرفته شد. متاسفانه یک نوع تاریک اندیشی است که در یک قشر حاکم است و مردم در این قسمت باید تصمیم بگیرند. سپاس آقای دکتر. و حال هم آقای دکتر اشرف غنی احمدزی، آیا شما طرفدار تغییر در نظام سیاسی افغانستان هستید؟ مسئله اصلی در یک نظام مأثوریت دولت است، نه شکلش. مردم باید صاحب دولت باشن، نه دولت صاحب مردم. بنان عمل ما میخوایم از مناظره بریم به
اقدامات عملی. اول، ما طرفدار هستیم و تعهد میکنیم 40% بودجه ملی را به سطوح پایین انتقال میدیم. برای هر مرحله حکومت داری، قریه، ولسوالی، شاروالی و ولایت یک پروگرام خاص ملی مانند همبستگی ملی طرح و تطبیق میکنیم تا یک قسمت صلاحیت ها انتقال کنه و معصیت صورت بگیره. دوم، نهاد ریاست جمهوری از محوری بودن بر فرد رئیس جمهور باید مبدل شود به نهاد ریاست جمهوری. بنابراین 20 صلاحیت را قانون اساسی به رئیس جمهور داده به شوراهای خاصه که بدنیشه در حدود 500 نفر از بهترین و خبرترین افراد از این مملکت تهیه کرده بتانند دایی انتقال میتیم تا هر فیصله نهاد ریاست جمهوری که در قانون اساسی مسئول پالیسی سازی است به صورت مؤثر، شفاف و برای تداوم حاکمیت قانون دوام کنه. 3. کابینه باید شکل اجرایی بگیره و قرارداد 3 جانبه با شورای ملی، با مردم و با ریاست جمهوری داشته باشه. تفکیک وظیفوی در دوایر دولتی ما شرط است. دوایر موازی، ادارای مستقل به حد زیاد شده که کار از مردم گم شده. یه اداره باید لغو شود و شروع از اداره امور باید شروع شود که نهاد ریاست جمهوری باید دوام کابینه نباشه، یک کابینه دوم در اداره امور ساخته شده. به این اساس و بعد از این در سال 4 ما تعهد میکنیم که لوی جرگه را بخواهیم که اگر تغییر نظام میخوان به اساس فیصله مردم سرش تصمیم بگیره. بله آقای دکتر، برخی از متحدان شما در گذشته خواستار نظام فدرال بودن. آیا شما حالا با اونا موافق هستین؟ اگر موافقه احزاب ببینیم در 6 سال هدف تعیین شده که به صورت تدریجی و متداوم یک قسمت صلاحیت ها به دوایر محلی انتقال کنه و ما قسم پیشتر برتان گفتم ما راههای عملی از این داریم که این تطبیق کنیم. چون نکته عمده بازم از نگاه تجارب جانبی بین‌المللی 2 چیز است. مشارکت مردم در هر مرحله حکومت داری موجب معصیت و شفافیت میشه. دوم، یک قسمت صلاحیت ها ضرورت به تصمیم گیری مرکزی و تطبیق از داره. پروژه های بزرگ ملی در سطح ولسوالی عملی شده نمیتونه و یا پروگرام های ملی که افغانستان شمول باشه یک به یک تطبیق شده نمیتونه. بنابراین تعادل ضرور است تا ما بتانیم مسئولیت. سپاس آقای دکتر. بله، در این بخش پرسشی برای گذاشته شده بود برای دوستانی که در استودیو حضور دارند و پرسشی بود که اولویت شماره 1 سیاست داخلی رئیس جمهور آینده افغانستان چه باید باشد و آپشنایی که داده شده بود اول تغییر نظام سیاسی بود، مبارزه جدی با فساد، تامین امنیت و گفتگوهای صلح با طالبان. در نتیجه که شما هم بر روی اسکرین می‌بینید در رابطه با تغییر نظام 0% رای، یعنی هیچ کسی در این باره ابراز رای نکرده. در زمینه مبارزه جدی با فساد 25% از دوستانی که حضور داشتن رای دادن و همچنان بزرگترینش که تامین امنیت بوده 65% از دوستان برای رای دادن و همچنان گفتگوهای صلح هم 10%. و حال میپردازیم به ادامه برنامه و آخرین پرسش برنامه. آخرین پرسش برنامه، تعهد شما با گسترش دموکراسی و تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در کشور چه هست؟ و پرسش هم دکتر عبدالله پرسش به شما راجع میکنم که تعهد شما به گسترش دموکراسی و تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در کشور چه هست؟ ما باورمند به جمهوری اسلامی هستیم. بر اساس قانون اساسی کشور ما جمهوری اسلامی حاکم است در کشور. این که چقدر جمهوریت نظام مراعات شده یا اسلامی بودنش او مسئله جداست و دموکراسی را هم باعث یک اصل جزء ساختار و جزء روند سیاسی فعلی میدانیم، نه باعث یک سلیقه خاص سیاسی بلکه باعث یک ضرورت پیشرفت در کشور، ضرورت مشارکت مردم و یک نظامی که تجربه شده در دنیا. ایره ما در توصیه از این نه تنها ما میگیم باورمند هستیم، ما عملا در این راستا قدم‌های بزرگی را برداشتیم.
پیشتر که در مورد تغییر ساختار، تغییر نظام گفته شد، فکر میکنم که یک ترس بود که مبادا منظور امارت اسلامی بوده باشه به جای جمهوری اسلامی، که ما هم با او مخالف هستیم. در رابطه با گسترش دموکراسی و حقوق بشر بایش حقوق اساسی، چیزی که در آموزه های دینی ما مضمر است. خداوند پاک فرموده انا جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ما شما را اقوام و قبایل خلق کردیم تا بدانید که بهترین شما نزد خداوند متقی ترین شماست. این جزء آموزه های دینی ماست، جزء یافته های بشر است و ما به او باورمند هستیم و در تعمیمش برنامه داریم. در مورد حقوق زن، مشارکت سیاسی زنها، مشارکتشان در اداره، مشارکت در سکتور خصوصی و زمینه سازی ها، اعمال تبعیض مثبت در این زمینه، ضرورت کار در مقابله با شکنجه زنان، خشونت علیه زنان، قاچاق زنان، این چیزایی است که متاسفانه بعضا در جامعه ما نادیده گرفته شده. آقای دکتر، آیا پس از پیروزی متحد به گماشتن یک قاضی زن در شورای عالی قضا هستید؟ در مورد گماشتن قاضی زن در شورای عالی قضا، من پیشترم خدمت شما اشاره کردم که در سیستم دولتی وقت مشارکت سیاسی میگیم کلمه عام است و در سیستم قضایی افغانستان ضرورت نقش زنان دیده میشه و شما میدانید که دهها مشکل داره کشور ما، جمله مسئله زندانیان زن، عدم دسترسیشان به مشوره‌های حقوقی، اینجا یک تبعیض بسیار واضح در این قسمت وجود داره. دکتر صاحب، اگر ببخشید من قطع کلامی کردم، ما میخوایم بفهمیم که میخواین یک زن در اونجا حضور داشته باشه در شورای عالی قضا؟ ما خدمت شما گفتم که حضور زنان در تمام سیستم دولتی از جمله در سیستم قضایی میتونه کمک کنه ما را به رسیدن نیمه از قشر از نفوس جامعه ما به حقوقشان. سپاس از شما. آقای دکتر اشرف غنی احمدزی، تعهد شما به گسترش دموکراسی و تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در کشور چی هست؟ اول، قانون اساسی ما 100% اسلامی است. آیت الله محسنی تثبیت کرده قانون اساسی افغانستان اسلامی تر است از قانون اساسی ایران کرده. بنابراین فصل دوم قانون اساسی که در او تمام موضوعات حقوق بشر گنجانیده شده تعهد ماست. برای تطبیق از این 3 بخش ضرور است. یک راپور تطبیق قانون اساسی در قسمت حقوق افراد. دوم، راپوردهی منظم در قسمت وجایب دولت در تثبیت از این حقوق، چون قانون اساسی یک قدم از اعلامیه حقوق بشر پیش رفت. و سوم، نهادی شدن دموکراسی به حیث یک پدیده اجتماعی. از این جهت آزادی بیان، مخصوصا ژورنالیسم تحقیقی، برای تحکیم دموکراسی شرط است. هر بخش را که مخصوصا در فساد اداری ژورنالیسم تحقیقی فاش بسازه، ما ایره تقدیر خواد کردیم و سرش عمل خواد کردیم. بخش دیگه تفکیک قوه سگانه است. برای دموکراسی تفکیک قوه سگانه و تحکیم عرصه قوه ضرور است. قانون اساسی حداقل 40 بار از قوانین موضوع دیگه یاد کرده که این قوانین هنوز به شورای ملی تقدیم نشده. ما با یک اجندای منظم تقنینی به شورای ملی خواد رفتیم تا قوانین موضوع دیگه تکمیل شود و نقش ستر محکمه و محاکم، مخصوصا ستر محکمه، باید به صورت اساسی در حاکمیت قانون تثبیت شود. نکته دیگه، دموکراسی بدون احزاب مردم سالار تحکیم شده نمیتونه. تجربه ما امرای احزاب منفی بوده، این باید با مثبت بدل شود. در قسمت حقوق زنان ما تعهد کامل داریم با مشارکت از اینا در تمام سطوح دولت، به سرمایه گذاری سر صحت از اینا که بزرگترین مشکل از این مملکت است و شرم از این مملکت است، ایجاد کاریابی بر از اینا و مخصوصا حق میراث و حقوق مدنی از اینا و سرمایه گذاری سر تعلیمشون. بله. آقای دکتر، آیا اگر مردم به شما رأی دادن قانون منع خشونت در برابر زنان تصویب خواهیم کرد؟
مبارزه با خشونت یک کار همه‌جانبه دولت ما خواهد بود. مخصوصا در این بخش ما باید نقش خانواده و علمای کرام درک کنیم. تا خانواده به صورت اساسی مورد توجه ما قرار نگیره و یک نهاد قوی نشه، خشونت کم نمیشه. قانون رای عزیز، ما قانون به تصویب میرسانیم، اما از او کده فراتر باید ببریم، چون فرهنگ ما باید تغییر کنه و فرهنگ ما ضرورت سرمایه گذاری همه جانبه مخصوصا برای ایجاد نقش مساجد در تعلیم دخترای ما را داره تا علمای کرام در این بخش پیش قدم شوند و در این باره ما پیشنهادهای بسیار خاص داریم تا چطور علما بتانن در حقوق زنان پیش قدم شوند. قسمت پایان برنامه کلوزینگ استیتمنت و یا هم صحبت‌های پایانی مناظره خواهد بود که فکر می‌کنم آقای دکتر عبدالله حال تریبیون در اختیار شما هست. تشکر از شما. من پیشتر آیه کریمه را که تلاوت کردم یک کلمه از پیشم تفاوت کرد که میخوایم که دوباره و آیه کریمه را خدمتان قرائت کنم. خداوند پاک فرموده یا ایها الذین آمنوا انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ای مؤمنان، ما شما را از زن و مرد آفریدیم. این ارتباط میگیره به مساوی بودن حقوق زن و مردم دریجه و شما را شعوب و قبایل، قوم ها و قبایل ساختیم تا بدانید که متقی ترین تان نزد خدا، نزدیکترین تان نزد خدا متقی ترین تان است. در رابطه به پیام آخری، پیام ما به مردم افغانستان، ما از شماستیم، همه شما را مردم خود میدانیم، نور چشم خود میدانیم و تفکیک تبعیض در بین مردم خود قائل نیستیم. خود متعهد به خدمت همه شما میدانیم. از این مناظره اول تصمیم بگیرین، به ما رای بدین. انشاءالله رایتان که یک امانت است، خیانت نمی کنیم. او چیزی را که میگیم به او باور داریم، به او متعهد هستیم، زندگی خود هست و بود خود به او وقف میکنیم. هیچ وقت برای شما خیانت نخواد کردیم. به مردمی که به ما رای میتن یا به ما رای نمیتن خدمت میکنیم. تلدوی، آباد، آزاد، مستقل، واحد، با عزت افغانستان. ممنون دکتر صاحب. حال هم نوبت دکتر صاحب اشرف غنی احمدزایی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. گران وطنوالو، ایموک باور در افغانستان په ظرفیت باندې ده. په سپورت کې موږ ښودلی دي چې ایموک فوټبال ټیم او ایموک کرکټ ټیم له ډېر لږ ځای نه هسکو ځایو ته رسېدی سي. دلیل یې څه ده؟ ټیم، ملي دید، ډیسپلین او ټیک معیارونه نه منل. هغه شی چې موږ سپورت کې کړي دغه په سیاست کې کولی سو، دغه په اقتصاد کې کولی سو، دغه په ښه حکومتدارۍ کې کولی سو. شرط د دې څه ده؟ اول ملي وحدت باندې باور. هر افغان له بل افغان نه کم نه ده، له بل افغان نه ډیر نه ده. مساوات د ټول افغانانو دا راوړي. دوم باور په دې چې د افغانستان منابع موږ په کار اچولی سو او په خپل پښو درېدلی سو او د دې وطن ریښتوني بچي او د دې وطن مالکان موږ یو او مسئول یو د دې وطن دپاره. د دې دپاره نیت مو پاک دی، اراده مو ټینګه ده، تجربه م آماده ده. له اول ساعت نه به موږ دې ته چمتو اوسو چې د وطن خدمت وکړو. رایه ځکه غواړو چې هغه بدلون چې تاسې غواړئ او هره ورځ موږ ته یې په یادوئ، هغه بدلون په عمل کې بدل کو او د خدای جل شانه په باندې په اتکا باندې او د ولس په ګډون باندې به موږ وکړی سو چې د افغانستان لوم له فساد نه په وفا او ویاړ باندې بدل. مننه ډاکټر صاحب.